تزریق چربی روشی هست که ما چربی رو از ناحیه شکم، پهلوها، ران و پشت زانو و غیره برمی‌داریم تا حد امکان خالص می‌کنیم با روش‌هایی مثل سانتریفیوژ و در نواحی مختلف صورت که نیاز به افزایش حجم دارن تزریق می‌کنیم. قسمتی از این چربی از بین میره و قسمت دیگریش مثل یک پیوند در بافت جا میگیره، زنده میمونه و میشه قسمتی از بافت طبیعی صورت. اینکه چه میزانی از این چربی بمونه و چه مقدار از بین بره بستگی به عوامل مختلفی داره، مثل تکنیک ما، وضعیت بافت بیمار، خونرسانی و عواملی که در سلامت خونرسانی موثرن، مثلا آیا بیمار سیگاری هست یا نه، بیماری زمینه‌ای داره یا نه. بنابراین 100% قابل پیش بینی نیست، ولی غیر از افزایش حجم یک خوبی دیگه هم داره که چون سلول‌های بنیادی با این بافت چربی انتقال پیدا می‌کنن، کیفیت بافت و پوست هم بهتر میشه. در جلسه مشاوره من و بیمارم به این نتیجه میرسیم که آیا تزریق چربی براش مناسب هست یا کارهای دیگری رو باید انجام بدیم، چربی رو از کجا برداریم و کلاً چه انتظاری از نتیجه این عمل داریم و پاسخ این سوالات در هر موردی متفاوت هست.